به نام خدا. من ابراهیم علیپور هستم. با آموزش دوره پایتون مقدماتی در خدمتتون هستیم. از اونجایی که حدس میزنیم بخشی از مخاطبین این دوره ما آشنایی چندانی با پایتون یا اساساً زبان برنامه‌نویسی نداشته باشن، چند دقیقه ابتدایی دوره رو در مورد کلیات زبان پایتون یه صحبتی میکنیم که یه ذهنیتی بگیرن دوستانمون و در نهایت میرسیم به آشنایی با سینتکس و در انتهای دوره امید داریم که بتونیم با هم یک برنامه‌ای رو در واقع به انتها برسونیم و بنویسیم. در مورد پایتون، خب همونطور که میدونید پایتون یه زبان برنامه نویسیه. برای دوستانی که احتمالاً نمیدونن، برنامه هایی که روی کامپیوتر یا گوشی شما اجرا میشن توسط یه زبان برنامه نویسی ساخته میشن. یعنی انسان با استفاده از زبان برنامه نویسی میکنه و در نهایت کد نویسی میکنه. اصطلاحاً اون کد هایی که نوشته شده طی یه فرآیندی تبدیل میشه به برنامه که به این فرآیند ساخت نرم افزار اصطلاحاً توسعه یا دیولپ گفته میشه. شنیدین توسعه یعنی ساخت یک نرم افزار. اما زبان‌های برنامه‌نویسی از نظر این که چقدر فهمش برای انسان ساده است، یا به عبارت دیگه چقدر به زبان انسان، منظور زبان انگلیسیه، مثلا یکی از زبان‌های انسان که زبان انگلیسیه، نزدیکه یا دوره، به 3 دست معمولا تقسیم میشه. 3 دسته: زبان‌های سطح بالا که نزدیک زبان انسانن، زبان‌های سطح پایین که نزدیک زبان 0 و 1 یا زبان ماشینن، و زبان‌های سطح میانی که بین این دو قرار دارند و در واقع معمولا زبان‌های سطح بالا برای اینکه اجرا بشن باید به زبان ماشین تبدیل بشن. توی این پروسه تبدیل شدن یه مرحله تبدیل میشن به یه زبان سطح میانی و بعد به زبان سطح پایین. پایتون جزء زبان‌های سطح بالاست. دومین ویژگی پایتون از زبان‌های مفسری هست، یعنی زبان‌هایی که یک مفسری روی سیستم هست و اون رو اجرا میکنه. اون کدی که شما نوشتین رو اجرا میکنه و لازم نیست که کامپایل بشه. کامپایل یعنی ترجمه به یه زبان 0 و 1 که برای ماشین قابل اجرا باشه. وقتی مفسر هست در سیستم دیگه نیازی به ترجمه وجود نداره، گرچه میشه پایتون رو، کدی که با پایتون نوشته شده رو هم ترجمه کرد و فایل اگزه رو ساخت و دیگه اون وقت نیازی به پایتون نیست که روی سیستم نصب باشه برای اجرای کد شما. جز زبان‌های شیگراست. حالا با شیگرای آشنا میشیم، مثل سی شارپ، مثل جاوا، مثل سی پلاس پلاس. پایتون هم از آبجکت اورینتد پشتیبانی میکنه. اوپن سورس و اوپن سورس حالا یعنی متن باز، یعنی فروش پایتون پولی نیست و متنش هم بازه و جزء جامعه اوپن سورس محسوب میشه. شرکتی برای فروش اون رو نساخته و جنرال پرپس، یعنی همه منظوره است که با کاربردهاش در ادامه بیشتر آشنا خواهیم شد. سازندش خیدو فان روسوم، مهندس هلندیه که از دهه 1980 در واقع روش کار کرد و در سال 1991 پایتون اولین بار معرفی شد. اما از اواسط مثلا حدود 2010-11 خیلی تو زبون ها افتاد و یک دفعه رشد کرد که الان جز محبوب ترین، شاید هم بعضیا معتقدن که محبوب ترین زبان برنامه‌نویسی. دلایل خودش هم داره، نه اینکه بهترین زبان لزوما، اصلا بهترین زبان برنامه‌نویسی به نظرم وجود نداره، یعنی هر زبانی از جنبه‌هایی بهتره. فلسفه ایجادش هم که این آقای خیدو در واقع بر اون مبنا این زبان رو ایجاد کرد، خوانایی برنامه بود، یعنی برای انسان قابل فهم باشه و پیچیدگی نداشته باشه. طبیعتاً کدنویسی هم به اون زبان خیلی راحت میشه که پایتون جزء این دسته هست. واقعا ویژگی‌های پایتون، یعنی ویژگی‌های انحصاری پایتون رو اگر بگیم، واقعا ساده است کد زدن به زبان پایتون و کد هم کد خواناییه. توسعه توی پایتون، دیولپمنت که اینجا نوشته فست دیولپمنت، برای دوستانی که نمیدونن بدونن فرایند ساخت نرم افزار رو بهش توسعه نرم افزار هم میگن. یعنی هر جایی توسعه شنیدیم بدونید یعنی ساخت یک نرم افزار به زبان ساده. به خاطر اینکه حالا ریوزبل کدها، یعنی قابلیت استفاده مجدد داره، خود زبان ساده، یه توسعه به این زبان، توسعه یه نرم افزار به این زبان خیلی سریع اتفاق میفته. موارد استفاده خیلی زیادی داره تو مباحث بین رشته‌ای، توی علوم داده، بک‌اند نویسی، دسکتاپ و حق و نفوذ و خیلی از کاربردها قابل استفاده است. یکی از ویژگی‌های مهم پایتونه. اما به نظر من اصلی ترین ویژگی پایتون که باعث شده اینقدر محبوب باشه اینه که این دوتا هست که یک جامعه بزرگی داره پایتون رو، یعنی تو دنیا به خاطر سادگیش انسان‌های زیادی روی این پایتون
در واقع سویچ کردن و کار میکنن و خود این مسئله باعث شده که کتابخونه های زیادی هم برای پایتون وجود داشته باشه. یعنی تو خیلی از زبان ها برای یه کار پیچیده مجبورید از صفر شما بشینید کد بزنید و ممکنه کتابخونه ای رو براش پیدا نکنید. برای دوستانی که نمیدونن اینم بگم کتابخونه یعنی کدهایی که از پیش تعبیه شده یا بیلتین توی زبان هستن و یا افرادی اینها رو نوشتن و به شکل یک مجموعه‌ای درآوردن که شما اون رو به برنامه‌تون میتونید اضافه کنید و بدون اینکه لازم باشه خیلی کد بنویسید از کدهایی که دیگران نوشتن استفاده بکنید. نه در قالب کتابخونه یا لایبرری ها اتفاق میفته. پس وقتی میگیم کتابخونه یعنی کدهایی که دیگران نوشتن و شما میتونید اون رو به پروژهتون اضافه کنید و راحت ازش استفاده کنید با دردسر خیلی کم. ویژگی دیگه‌اش کراس پلتفرمه، یعنی کدی که شما می‌نویسید مثلا روی ویندوز با یه تغییرات خیلی اندکی، یعنی احتمالاً در بیشتر موارد بدون تغییر یا اگه تغییر هست مثلا خیلی تغییرات جزئی، یا میتونید اصلا طوری کد رو بنویسید که تغییر نخواد او اس رو تشخیص بده و اون کد میتونه به راحتی توی همون کدی که تو لینوکس اجرا میشه توی در واقع ویندوز هم قابلیت اجرا داشته باشه. بنابراین این ویژگی هم هست. اینها ویژگی‌هایی هستند که پایتون رو منحصر به فرد کردن و اینقدر محبوب کردن. به نظر من اگه بخوام خیلی شسته و رفته بگم، سادگی پایتون و کتابخونه‌های زیادش باعث شده که همه این ویژگی‌هایی که گفتیم مثلا که بتونه توی حوزه‌های مختلف قابل استفاده باشه اینا به این دوتا برمیاد. اما پایتون کجاها استفاده میشه؟ خب یکی از موارد عمده استفاده پایتون توی دیتا آنالیز یا تحلیل داده هست که عمدتاً از پایتون استفاده میشه. کتابخونه‌های بسیار قدرتمند و در این حال ساده‌ای برای این کار توی پایتون وجود داره که کمتر توی زبان‌های دیگه میتونید ببینید. تو حوزه ماشین لرنینگ یعنی یادگیری ماشین بازم همینطور. تو توسعه وب مخصوصا تو بخش در واقع بک‌اند سمت سرور بسیار مثلا فست ای پی آی جنگو و کتابخونه‌های دیگه فریمورک‌های دیگه وجود داره. جدیداً توی فرانت هم که خب وارد شده. تو بحث اتوماسیون و اسکریپتینگ فرآیندهای خودکارسازی مثلا تست صفحات وب ابزارهای خیلی خوبی داره. دیتا ویژوالایزیشن یا بصری سازی داده ها ابزارهای خوبی داره. ببینید عمدتاً اینجور جاها مثل این بحث داده کاوی یا بصری سازی و حوزه بی آی یا بحث های اتوماسیون یه کمی بین رشته‌ای یا بین فعالیتیه. بنابراین باید یه زبانی باشه که یادگیریش برای یه فردی از رشته دیگه هم آسان باشه. بحث های علمی، محاسبات عددی، NLP که خودش البته به طور خاص گرایشی از هوش مصنوعی مثل ماشین لرنینگ، ولی اونجا هم بسیار بسیار کتابخونه‌های قوی وجود داره توی پایتون. نمیگم توی زبان‌های دیگه نیست، اما واقعا کار کردن با در واقع با پایتون توی این حوزه ها بسیار راحت تره. چون من با در واقع این که من عرض میکنم من ارقی روی پایتون ندارم. من همون قدری که با پایتون کار کردم تقریبا با جاوا و سی شارپ، سی پلاس پلاس با 15 تا زبان پروژه دارم توی 23 سال سابقه کد نویسی، برنامه نویسی. من هیچ ارقی روی پایتون ندارم، بنابراین متعصبانه این حرف رو نمیزنم. اینو از این جهت میگم که و این هم به خاطر این نیست که الان دارم پایتون درس میدم. توی بحث یادگیری ماشین پردازش زبان طبیعی یا برای دوستانی که نمیدونن شاخه‌ای از هوش مصنوعی که روی متن کار میکنه، مثلا همین چت جی پی تی و امثال اینها مدل های زبانی. پایتون به نظر من در اصلا قابل مقایسه نیست با زبان های دیگه، خیلی خوبتر عمل میکنه، خیلی ساده تره، کتابخونه های خیلی قوی وجود داره. بنابراین اون مزایایی که صحبت کردیم، یعنی اگه شما رشته‌تون هم کامپیوتر نیست و اگه میخواین که زبانی رو به عنوان زبان برنامه‌نویسیتون انتخاب بکنید که توی رشته خودتون هم استفاده بشه، مثلا فیزیک، مثل شیمی، مثل هوا فضا، مثل مهندسی پزشکی و حداقل خوبه که با پایتون شروع بکنید. یعنی نمیگم حالا مثلا بچه الکترونیک بیان با پایتون شروع کنن، چون تو الکترونیک بحث بهره وری خیلی مهمه. مثلا اینکه میگن آقا از مزایای پایتون گفتی از معایبش هم بگو. یکی از بزرگترین معایب پایتون اینه که سرعت اجراش نسبت به بعضی زبان‌ها مثل سی پلاس پلاس یا حتی جاوا پایین‌تره، به خاطر اینکه سطح بالاتره، چند مرحله باید ترجمه بشه و دلایل دیگری پایین‌تره. یعنی سادگی کد خب در عوضش این مسئله رو هم داره. بنابراین حداقل خوبه که منطق برنامه‌نویسی، شروع یادگیری منطق برنامه‌نویسی رو برای کسانی که رشتهشون کامپیوتر نبوده تا حالا با زبانی کار نکردن با پایتون شروع بکنن. اینو من پیشنهاد میدم. خب به همین حد معرفی بسنده میکنیم و میریم که توی بخش دوممون در واقع با سینتکس یا قواعد زبان برنامه‌نویسی پایتون بیشتر آشنا بشیم.